با سلام خدمت همراهان همیشگی پیج بیگانه ها. درباره بیلی مایر و ادعای ملاقات او با فرازمینی ها. عکسی که مایر در ایام جوانی در یک معبد به نام آشوکا اشرام در هندوستان از یک بشقاب پرنده گرفت که عکس‌های او توسط دختر رئیس معبد که نماینده سازمان ملل نیز بود تایید شد. بیلی ادعا کرد که در معبد آشوکا در هند برای اولین بار با آسکت یک فرازمینی از سیاره پلاریان دیدار داشته و با فضاپیمای او به فضا رفته است. او حتی نقاشی از آسکت کشیده است. بیلی فیلمی هم از بشقاب پرنده گرفته. دوربین فیلم برداری را روی سه‌پایه به حالت روشن گذاشته تا خودش به همراه بیمشیپ در عکس دیده شود. از بیلی پرسیدند که به چه شکل با فرازمین ها ملاقات کرده و آنها چه شکلی بودند. بیلی میگوید در دهه 70 یعنی حدود 10 سال پس از رویت بشقاب پرنده در هند و همراهی با آسکت عصرها در جنگل می نشستم و با آنها فکر می کردم آیا آنها دوباره خواهند آمد؟ یک روز در جنگل نشسته بودم و فکر می کردم که ناگهان یک بشقاب پرنده را دیدم که از روی سرم عبور کرد و ناپدید شد. دقایق بعد از لابلای درختان پیرمردی با موهای بلند و لباس سفید نمایان شد و به طرف من آمد. با من احوال پرسی کرد و در کنارم نشست. خود را معرفی کرد. گفت نامش صفات است، از سیاره پلاریان. او گفت که با تمام زبانهای زمینی آشنایی دارد و به زبان آلمانی شروع به صحبت نمود. از جریان آشناییم با آسکت گفتم و او گفت که آسکت دخترش می باشد. دختر دیگری نیز به نام سمیاسه دارد که بعدها او را خواهی دید. سنش 850 سال زمینی بود. از او پرسیدم چرا به زمین آمده است و چه می خواهد. او گفت برای این آمدم تا تو را به عنوان رابط ما در زمین معرفی کنم و می خواهیم به تو تعالیم از یاد رفته آفرینش را که نیاکان ما هزاران سال پیش به شما یاد دادند و شما اینک از یاد برده اید بیاموزم. از او پرسیدم چرا من؟ گفت زیرا ما تو را به عنوان فردی صادق و رازدار می‌دانیم و مطمئنیم که تو از عهده این کار برمی‌آیی. از او پرسیدم آیا می‌توانم از تو و حرف‌هایت فیلم بگیرم؟ گفت خیر، این کار الان مصلحت نیست. تو می‌توانی فقط از فضاپیماهای ما فیلم و عکس بگیری. از او پرسیدم آیا در خارج از زمین حیات وجود دارد؟ گفت آری، نژادهای فراوانی از فرازمینی ها در سراسر کیهان وجود دارند. پرسیدم انسان هستند؟ گفت بله. پرسیدم پس این موجودات انسان نما با سر و چشمهای بزرگ واقعی هستند؟ گفت خیر، اینها همه برای فریب شما ساخته شدند. بیلی می افزاید با صفات در حدود 6 سال ملاقات داشتم و او تعالیمشان را به من آموخت و من همه آنها را در کتاب‌های به رشته تحریر درآوردم. روزی دیدم دختری آمده و میگوید من سمیاسه دختر صفات هستم و پدرم اخیراً درگذشته است. تا اواخر دهه 70 با وی هر هفته ملاقات داشتم و به سیارات دیگر سفر کردم. البته بسیاری بیلی مایر یا یک شیاد بزرگ می‌دانند و خیلی ها در صدد برآمده و جعلی بودن فیلم‌ها و تصاویرش را اعلام نمودند. آنها می‌گویند تمام حرف‌های او دروغ و نیرنگ و برای مشهور شدن است و بشقاب پرنده‌هایی که از او می‌بینیم با ابزار ساده مثل سطل زباله درست شده. در تصویری که بیلی از آسکت و سمیاسه با اجازه آنها نشان داد مشخص شد از داخل یک شوی تلویزیونی آمریکایی در دهه 60 برداشته شده. خیلی ها میگویند یک مزرعه دار ساده چگونه میتواند 10 کتاب فلسفی بنویسد. بسیاری از فیلم های او را برخی از اشخاص و افراد معروف در حوزه یوفولوژی مانند وندل استیونز که در دهه 60 از طرف ارتش امریکا مأمور رسیدگی به کیس های فرازمینی شده بود تایید میکنند. بسیار از همسایه‌ها و دوستان و آشنایان او ادعاهای او را تایید می‌کنند. تنها شخص نزدیک به او که او را دروغگو می‌داند همسر اولش می‌باشد که از او طلاق گرفته. این که آیا او واقعا راست می‌گوید یا خیر یک راز باقی مانده است.
مخالفان او مدعی هستند که او از درب سطل زباله در تمام یوفوهایش استفاده نموده است. پیشگویی‌های بیلی مایر: اورست بلندترین قله زمین نیست. چیمبورازو از اورست بزرگتر است. سازمان نشنال جیوگرافیک در ژانویه 2002 در مجله خود صحت یکی از ادعاهای بیلی مایر را که حدود 30 سال پیش یعنی در دهه 70 مطرح شده بود تایید کرد. بیلی مایر بیش از 30 سال پیش ادعا کرده بود که موجودات فرازمینی به او گفتند که قله اورست مرتفع‌ترین کوه در کره زمین نیست. وی در یکی از نوشته‌های قدیمی خود آورده که موجودات فرازمینی به او گفتند که قله چیمبورازو در بولیوی 2150 متر از قله اورست بلندتر است. برای اینکه کره زمین کاملا گرد نیست و برای همین ارتفاع از سطح دریا مقیاس درستی برای اندازه‌گیری ارتفاع کوه‌ها نیست. نشنال جیوگرافیک در ادامه توضیح می‌دهد که اخیراً دانشمندان متوجه شدند چرخش زمین به دور خود باعث شده که سطح زمین کاملا یکدست و اصطلاحاً کروی نباشد. بنابراین اگر ارتفاع کوه‌ها را نسبت به مرکز زمین بسنجیم، کوه چیمبورازو 2200 متر بلندتر از اورست است. اما اگر مبنای اندازه‌گیری را سطح دریا اختیار کنیم، در آن صورت قله اورست 2540 متر از چیمبورازو بلندتر است. پس در حقیقت نه اورست بلکه چیمبورازو بلندترین نقطه روی زمین است. این نکته را باید یادآور شد که چگونه یک کشاورز ساده سوئیسی که یک دست بیشتر ندارد و تحصیلات عالی نیز ندارد سالها پیش چنین ادعایی را مطرح ساخته که اکنون دانشمندان به صحت آن پی بردند. نظر شما در مورد ادعاهای بیلی مایر چیه؟ نظرات خودتون رو برای ما کامنت کنید. ممنون که همراه ما هستید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.